گفتم ببین اینو امروز بذاریش کنار، هزینهش برات کمتره تا فصل فردا. گفتم من اصلا به این اعتقاد ندارم، نیازی نیست مدیر فروش محصول و قشنگ بلد باشه. من باید فروش و فرآیندها و سیستم و تارگت بستن و کنترل نظارت و آموزش و کوچینگ و تیم بیلدینگ و من اینا رو باید بلد باشم. من الان میدونم یه سیستم فروش چجوری به شکست میرسه، چون خودم شکستشو خوردم. میدونم یه سیستم مثلا شرکت چجوری به هم میریزه، چون ساختار اشتباه رو ضربهشو خوردم. فروشو میشه یاد گرفت، اسکیلای فروشندگی، مهارتاشو میتونی یاد بدی بهش، ولی اینکه واقعا این آدم اخلاقی باشه، این اگه قالتاق باشه نمیتونی درستش کنی. آقا تو اگر بیزینست رو با دیتا نمیتونی برای من توضیح بدی، اون بیزینس تو هواست. اخلاق چون الان مهمترین پارامتره. خود مدیره گاهن اعتقاد نداره که یه آدم بیرونی میتواند کمکش کنه. ببین به خاطر پول و امید. خب من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزم. امروز 25 خرداد 405 ساعت هم 1:11 صبح. ما داریم اولین اپیزود از پادکست تکاپو رو ضبط میکنیم. با افتخار در خدمت آقای مهدی لطفی از دوستان عزیزم هستم و البته من نه میزبانم نه میهمان. ما با هم تصمیمی گرفتیم و قرار شد که بدون هیچ حاشیه‌ای و بدون هیچ تشریفاتی بریم تو اجرا. امیدوارم که بعد از اینکه این 1 ساعت گوش دادین اتفاقات خوبی بیفته و بگید که چه باحال، منتظر قسمت دومش هم باشید. موضوعی که ما انتخاب کردیم امروز راجع به مدیریت فروش و واقعیت‌های تلخیه که توی بیزینس‌های ایرانی وجود داره. همینجا هم یه چیزی من بگم، حالا مهندس هنوز ساکته، ما قراره توی این اپیزود و پادکست در واقع خیلی راحت صحبت کنیم، گفتگو محور باشه. مهندس حالا شما بگید که منم سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که دارن میشنون و با دوست عزیزم جناب استاد بخشدی قرار هستش یک سری پادکستی تولید بکنیم در راستای مدیریت فروش. دیدیم خیلی جاش خالیه، خیلی مفاهیم، خیلی کاربردها، خیلی چیزهایی که عملی و کاربردی هست جاش خالیه. تصمیم گرفتیم با هم دیگه یک پادکستی رو راه اندازی بکنیم که بتونیم این مفاهیم و تجربیات رو در قالب پادکست به دوستان انتقال بدیم. امیدواریم که این قسمت اول و اپیزود اول انقدر جذابیت براتون داشته باشه که پیگیر باشید، چون اتفاقات خیلی خوبی رو برنامه‌ریزی کردیم برای ادامه این مسیر و قرار هستش ایونت های خیلی خوبی هم برگزار بشه. دیگه استاد پس بریم توی موضوع. آره موضوع رو من حالا یه اشاره کوتاهی کردم. از همینجا اتفاقا می‌خواستم شروع کنم. آقا ما که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، شما موضوعی که حالا بذار بچه‌ها اینو بدونن، دوستایی که گوش میدن، ما قرارمون این شد من یه سری موضوع انتخاب کنم، آقای مهدی خان لطفی هم یه سری موضوع بدن، بعد بریزیم اینا رو توی سینی تو دایره ببینیم چی از توش در میاد. اولیشو مهندس به من گفتش که واقعیت‌های تلخ مدیریت فروش. حالا چرا تلخ؟ آقا اولی اپیزودمون چرا تلخ شروع شد اصلا؟ واقعا آخه میدونی چون که خودت هم حتما تجربه کردی دیگه توی این شرکت ها یه اتفاقاتی داره میفته توی مدیریت فروش، حتی تو شرکت‌هایی که به نظر خیلی هم بزرگ و خوبن. یه واقعیت‌های اتفاق میفته توی این مدیریت فروش که واقعا تلخه، ولی چون داره کار میکنه. اما بهتر کار کردنش رو ما مسئلمونه. یعنی این که داری کار میکنم خودش عمیقه ها، یعنی از اون جمله هایی که ما خیلی چیزا کار میکنه، اما اینکه درست کار میکنه یا میتونه بهتر کار بکنه خودش مسئله است. بعد دقیقاً این بهتر کار کردن است. ببین مثلا طرف میگه آقا من دارم برج مثلا 10 میلیارد دارم میفروشم. خب تو از کجا میدونی که شاید بتونی 20 میلیارد بفروشی؟ و اون مدلی که الان داری میفروشی خیلی خطرناکه. یعنی چی؟ ببین من یه نمونه مثالی بزنم. آره اتفاقا میخواستم بگم که حالا رفقای ما هم که گوش میدن، ما خیلی راستش نمیخوایم کتابی حرف بزنیم. نه اصلا قراره که خیلی تجربه‌ای پیش بریم. همین میخواستم بگم که در حال خب آقای لطفی هم تو این سالا مهدی جان کار زیاد کردن، حالا بنده هم یه کوچیک تجربه دارم. دوست
داریم که یا دوست داشتیم که بیایم انتقال تجربه کنیم یا حتی تجربه زیسته بگیم آقا مثلا حالا بدون اینکه اسم شرکتی ببریم، آره البته اگه اونایی که پول ما رو ندادن پولمون رو ندادن اسمشو میاریم ولی حالا جدا از شوخی بدون اینکه حالا اسمی بیاریم دنبال این که واقعا تجربه واقعی بگیم، چون این کف کسب و کار دیگه، فروش هم دیگه قلب یه شرکت، آره واقعا اینطوریه، فروشه. از اون جاهایی هم هستش که هم جالب چالش دارن روش، یعنی مثلا به خاطر همین واقعیت هاست. حالا من شروع کنم به گفتن، شما هم آره بگید. متوجه میشه که این واقعیت های تلخی که تو ذهن من تو تمام، حالا نگم تمام، تو اکثر بیزینس ها اینا رو دیدم. حتی شرکت هایی که خیلی خوبن یعنی بزرگن، درآمد خوبی دارن، ولی یه سری مشکلات ساختاری داره. یه نمونه من براتون بگم. بفرم. یه شرکتی اومد سراغ من چند سال پیش، بعد قرارم گذاشتیم رفتیم برای مشاوره، توی یکی از هتل ها هم قرار گذاشتیم. اومد با من صحبت کرد، گفتش که آقا ما یه سیستم CRM داریم، خیلی خوب بهره برداری نشده، ما فروشمون خیلی تکونی نخورده، بیا شما یه بررسی بکن سیستم ما رو، بگو ما باید چی کار بکنیم. گفتم خیلی خوب بریم. CRM داشتن CRM رو نمیتونستن، لانچش نکرده بودن. لانچ هم کرده بودن ولی راه نمیافتاد، انگار مثلا تأثیری هم نداشت، بهره برداری خوبی نداشت. درسته. گفتم خب اصلا همین الان بریم تو شرکتتون. گفت واقعا اوکی، آره همین الان بریم ببینیم چه خبره. ما رفتیم اونجا، همین من وارد فضای اون واحد فروششون شدم، مدیر فروش که دیدم یه خانومی بود. از نگاهش و بادی لنگویجش و اینا فهمیدم که اصلا داستان یه چیز دیگه ایه. چی بود؟ به خانم، به آقای گفتم که حالا عرض میکنم، به آقای گفتم آقا بریم، من یه مسئله دیگه ایه اصلا. اومدیم برگشتیم دوباره هتل. خب گفتم ببین اصلا مسئله تو CRM نیست، مسئله تو این مدیر فروش است. این نمیذاره. این نمیذاره. این تمام بچهای فروش تو زی مجموعه اینن و این اصلا نمیذاره تو نفس بکشی. گفت آره من یه 14 سالی دارم با این خانم کار میکنم و همه فروش اصلا دست ایشونه، مثلا نمیتونم اینو ردش بکنم. مشتریام زیر دست اینن، همه اینو میشناسن. حالا همینجا من چیز بگم، یه تجربه باحالم من داشتم، نمیخوام حرفتون رو قطع کنم، فقط یه شرکتی با یه نفر 14-15 سال هم کار میکرد، بعد میگفت اصلا این مدیر فروشه، میگفت شرکت منه، یعنی خیلی از مشتریان نمیدونستن مدیر عامل کیه. یعنی ما از این فاجعه ها هم داریم. این همون واقعیت های تلخه. حالا بریم داستان جلوتر بریم، خیلی قشنگتر. رفتیم تو هتل دوباره، گفت آره این خانم 14 سال خب مدیر فروش منه. گفتم ببین اینو امروز بذاریش کنار، هزینهش برات کمتره تا فصل فردا، تو بالاخره اینو مجبوری بذاریش کنار. گفت نه من 14 سال اصلا اینو نمیتونم بذارم. چشممه و اعتماد دارم. گذشت آقا. گفتم خیلی آقا ما هم پول مشاورمون گرفتیم اومدیم. 2 سال بعد دوباره بهم زنگ زد، گفت مهندس کجایی، بیا بریم. دوباره همون سال رفتیم تو هتل. گفت رفتم خانم ما باهاش به مشکل خوردیم و رفت و ضربه‌ای به ما زد که هنوز من نمیتونم جمعش بکنم. گفتم چیکار کنم؟ گفت موقعی که داشت میرفت تمام قیمت ها رو تو سپیدار، تو نرم‌افزار مالیشون عوض کرده بود و 30-40% بالاتر از رقیبا زده بود. سپیدار اسمیایی باید پول بگیریم ازشون. آره مثل صدا سیمایی دیدی مثلا تا اسم یه جا میاد آقا زنگ میزنن واحد بازرگانی. آره حالا با سپیدار هم میریم صحبت. آره اینم خوبه. گفتش که قیمت ها رو 30-40% بدونی که به کسی بگه بالا برده از رقیبا. بعد ما فهمیدیم 3-4 ما چرا اصلا ما هیچ فروشی نداریم، یک دونه هم فروش نداریم. یعنی بچه‌هاشون نفهمیده بودن. فکر کردم مثلا قیمت عوض شده دیگه، مدیر عوض شده. آره مدیران خانمم رفته بود. بله. و گفت من بالای 30-40 میلیارد ضرر کردم تو همین مدت. غیر از این که اون خانم رفته بود خیلی هم مشتری‌ها رو برده بود، رفته بود خودش یه بیزینس داده بود و قیمت‌ها اینا رو بعد 3-4 ما فهمیدن قیمت ها رو عوض کرده بود و اینها. خلاصه نزدیک 30-40 میلیارد ضرر کرده بود و گفت حالا من نمیدونم اینو چجوری جمعش بکنم.
و همون اتفاقی که تو گفتی افتاد. این بالاخره رفت، ما مجبور شدیم بندازیمش بیرون و وقتی هم که رفت ضرر بسیار بسیار سنگین‌تر. اگر اون موقع این کارو کرده بودم خیلی بهتر. حالا واقعیت تلخ مدیریت فروش ایران میدونید چیه؟ شما هم حالا احتمالا باش خیلی برخورد داشتید. اینه که یک فروشنده خیلی خوب رو میذارن مدیر فروش و اون فروشنده خیلی خوبه آمادگی مدیریت فروش رو نداره. میشه مدیر فروش، یعنی ولی مدیر نیست. یه فروشنده خیلی خوبه ولی مدیریت فروش اصلا داستانش فرق میکنه. حالا فکر کنم حدود 2 سال پیش بود، من یه رویدادی داشتم با دکتر فرزاد مقدم و مجید مجیدی بودیم تو دانشگاه آزادم بود اتفاقا. بعد موضوعمون این بود که فروش تنها نمیفروشد، یعنی تاپیک سمیناره بود. حالا چیزی که اونجا روش خیلی تمرکز داشتیم ما و هنوزم به نظرم اصلا یکی از اولویت هاست، همین موضوع مایندسته. یعنی من میخواستم اتفاقا الان برسم، داشتی شما فرمایش میکردی داشتم به این میرسیدم که آقا این مایندسته چقدر مهمه. این اگه مایندست درست نباشه این واقعیت های تلخ میزنه بیرون. بله و گاهن این حالا این مایندست هم شاید مثلا برای بچه‌ها دوستان ما سوال باشه که آقا مایندست کی؟ من میگم مدیرای ارشد سازمان حتما باید مایندستشون درست باشه نسبت به فروش، نسبت به رشد، توسعه، نسبت به نگهداشت. این مایندست و همون مایندست معمولا به مدیرای فروش هم انتقال پیدا میکنه. گاهن بعضیا همه چی رو میسپرن دست اون مدیر فروشه چون پول میاره. آره چون پول داره میاره، به هر حال چیز دیگه میگه این داره کار میکنه دیگه، خودشون رو میکشن کنار و روی سوء استفاده های اینجا گاهن میشه. از یه طرف دیگه این موضوعی که فرمودین به هر حال آپدیت بودن خودش به نظر من یه مایندست میخواد که همش آدم آپ تو دیت کنه، به روز شه. اونم الان یعنی شما داری توی دنیایی، توی جهانی زندگی میکنی که اصلا اگه ساکن باشید داغونی، تمومی، نمیمونی. یعنی همش باید دنبال توسعه خود، توسعه سیستم، توسعه ابزارات، عرض کن توسعه فرایندات، توسعه مشتریات. یعنی اگه این کارو نکنی جا میمونی واقعا. و من میگم سنگ اوله مایندسته، حالا و بعد روش وایسی تأمل کنی. یکی دیگه اون واقعیت‌های تلخه اینه که هیچ وقت هیچ بیزینسی رو من تا حالا راستش ندیدم، شاید باشه ولی تا حالا من ندیدم، با برنامه نمیان توی بیزینس. اتفاقی پیش اومده. ببین مثلا من این شرکت خیلی بزرگی مشاور بودم، کارخونه تولیدی آنچنان و صنعتی و فلان و اینها. خب این بنده خدا خودش مدیر عامل کارشناس ارشد فروش یه شرکت صنعتی بوده. بعد اون شرکت تو اون سگمنت خیلی کم کار میکرده، 2 تا فروش این انجام داده به صورت شخصی، دیده چقدر خوبه، با یکی دیگه بچهای اونجا اومدن بیرون یه شرکت زدن. یه آقایی هم پیدا کردن که از بچهای همون شرکت بوده. حالا رفتیم آقا بیفتیم کف بازار، دونه دونه فروختن، توی موقعیت خیلی خوبی هم بوده، ابزارالات و ماشینالات و فلان و اینها، و یه دفعه گنده شدن. این ناگهان گنده شدنه داستانه. چطوری هم گنده میشن؟ آمادگیشو ندارن، آمادگی بزرگ شدن رو ندارن. یه دفعه رفتن توی این بیزینسه، پیش اومده دیگه. یعنی بذار من الان دارم اینجوری فکر میکنم که علاوه بر اون مایندسته که درونیه به کارفرما، حالا اونر کسب و کار یا مدیرای ارشد برمیگرده، ما یه سری عوامل بیرونی هم داریم که تاثیرگذاره تو این واقعیت‌های تلخ. بله. یعنی انگار که مثلا یه دنده میده به این قضیه، طرف رقابت نیست، تورم، آره رقابت مسیرهای خاصی آفرین، شرکت‌های بیرون وجود نداره، رقابت درست حسابی که نیست، رقابتایی که از شاید گاهن رانتی باشه تو بعضیا، تو شرکت‌های کوچیک‌تر و اس‌ام‌ها حالا مثلا اگه رقابتی هم باشه خیلی محدوده. بعد حالا باز اونجا مشکلی که وجود داره به جز این بحث رقابته، عوامل محیطی مثلا مثل تورم هم تاثیرگذاره. یعنی مثلا طرف
به قول شما کار خاصی نکرده، نفروخته. یعنی از ببخشید بی‌عرضگیش، من حالا امروز میگم دیگه ما قراره تو این اپیزودامون تو این پادکستمون خیلی راحت‌تر صحبت کنیم دیگه، حالا به کسی هم بر نخوره، ولی واقعا از بی‌عرضگیش نفروخته، بعد جنسش گرون شده، بعد بیزینسش یا سرمایه چند برابر شده، میگه آها من مدیر بودم که این اتفاق افتاده. دقیقاً. آقا تو کاری نکردی برادر من، خواهر من، تو کاری نکردی. این بیزینسه به قول معروف به خاطر تورم یا عواملی که مثلا امضا کردن یا امضا نکردن، رفتیم تو برجام یا از برجام در اومدیم، حالا تفاهم نامه شده، حالا توافق نامه شده، نه اون لبنان زده. ما هم که خدا رو شکر تو این خاورمیانه زندگی میکنیم که همش در این مسائل هستیم دیگه. آره کسی اگر رانتی داشته باشه یا شانسی داشته باشه، اقبالی داشته باشه، راحت میتونه پول در بیاره توی مملکت و اینجوری میشه. حالا پول زیاد مهندس میخوام بذاره چالشیش کنم. موافقی؟ بله ببین یه چیزی شما گفتی که مثلا آماده نبودن برای بیزینس، طرح و برنامه نداشتن. یه جمله شما الان گفتی. ببین این راستشو بخواین درگیری که خود من همیشه داشتم، همیشه هم دارم. میگم آیا باید یک کسب و کار همه چیزش از قبل مشخص و مرتب و ترتمیز و با برنامه و طرح و استراتژی و فلان و بیسار باشه بره کارو شروع کنه، یا اینکه نه باید بره شروع بکنه؟ دو حالت موازه. من تجربه خودم بگم. آره تجربه بگو. ببین من حالا بگو منم بعدا نظرمو میگم. ولی یه چالش ذهنی من هست این همیشه. حتما. ما این لاین بیزینسی داشتیم. خب این متوسط مثلا ماهی 200-300 میلیون میفروخت. سال مثلا که 96 7 150 200. ما اومدیم مثلا خیلی کارهای توسعه‌ای انجام دادیم، تبلیغات و تیم فروش و سازماندهی و CRM و فلان و اینها. یه دفعه رسیدیم به 7-8 میلیارد در ماه. من میلیارد ندیده بودم اون موقع. چه سالی مثلا؟ 97 96 97. واقعا میلیارد من ندیده بودم، براش آماده نبودم و به هممون ریخت. به مثلا روزی 300-400 میلیون پول میومد تو حساب ما میرفت. این هم توسعه است که میگم مایندست برای رشد، برای توسعه. آره دقیقاً هم از همین مدل ذهنیت اتفاق. من آمادهش نبودم و پولا گم میشد. نه اینکه کسی برداره ها، حساب کتابش، نگهداریش، سیستمی براش نداشتیم ما. همون طرح و برنامه‌ای که میگی وجود نداشت. آره بعد ما خودمونم آماده یه همچین مسئله‌ای نبودیم و این موفقیت خیلی خوب به ضرر اون تموم شد. باعث ضررمون هم حتی شد، چون از خیلی از پولایی که اومد و رفت ما نتونستیم خوب کنترل بکنیم و باعث ضررمون شد. میگم این آماده بودنه، منظورم همینه. اصلا خود اون مدیره باید آماده باشه. من آماده میلیارد نبودم اون موقع. اصلا ندیده بودم تا حالا میلیارد. حالا این چالشه در واقع میگی که اگه با برنامه بودم یا طرح داشتم شاید این اتفاق نمیافتاد. یه سیستمی وجود داشته باشه، یک برنامه‌ای وجود داشته باشه. آقا اگه اومدیم خب این موفقیت انجام شد، به پول خیلی زیاد آمادگی میخواد. حتی موفقیت هم مشاور به نظرت آقای مهدی خان چقدر کمک میکنه؟ ببین آخه مشاور داریم تا مشاور. من مشاورم. من مشاورم به خاطر اینکه امید همه جور شکستی خوردم. همه جور کار اشتباهی رو کردم. ما این باز یه مایندست تلخ دیگه هم داریم. اینم بذار من بگم بذار درد و دلم باز شد. ولی مشکل مشاورای الان 90% اینه که از تو کتاب و قیافه و چه میدونم اینا میخوان مشاوره در بیارن. میگی یعنی خود مشاورم باید آدم حسابی باشه، این کاره باشه، باید تجربه داشته باشه، غیر از دانش تجربه داشته باشه. من الان میدونم یه سیستم فروش چجوری به شکست میرسه، چون خودم شکستش رو خوردم. میدونم یه سیستم مثلا شرکت چجوری به هم میریزه، چون ساختار اشتباه رو ضربش رو خوردم. حالا تجربه کردین دیگه. دقیقا CRM رو میدونم چجوری به شکست میرسه، چون خودم تجربهش کردم. ولی یه بچه مثلا، حالا نمیتونم بگم بچه، ولی یه آدم مثلا 25 ساله 30 ساله که کلن مثلا 2 تا
شرکت دیده تو عمرش و حالا چون یه بر و روی داره میخواد وارد سیستم فروش و چون این شبکه‌های اجتماعی هم که دنده میدن به اینجور آدم ها دیگه و یکم با الگوریتم بازی بکنی دیده میشی. درست. خب این حالا میخواد بیاد مشاور بشه، بعد بیاد چی بگه به من؟ من فرضاً آقا یه مدیری هم که مشاوره میخوام، آقا این چی میخواد به من بگه؟ میخواد بیاد در مورد مثلا مکنزی اینا با من صحبت کنه، من خودم بلدم. چه؟ یه نفری باید باشه که این مسیر رو رفته باشه و شکستاش هم خورده باشه. حالا من این تیکشو اوکی، اما یعنی دارید شما درست میگید اون آدمه باید آدم حسابی باشه، کار بلد باشه، کار آزموده باشه. حالا دارم یه سمت دیگه، آخه این موضوع ور دیگه هم داره. ور دیگهش چیه؟ خود مدیره گاهن اعتقاد نداره که یه آدم بیرونی میتواند کمکش کنه. ببین به خاطر پول و امید. یعنی اینم ما موضوع داریم حالا اون تیکه دوم که شما گفتید، بله آدم حرفه‌ای قابل اعتماد کاربلد کمه، یا به هر حال باید پیدا کنی، سعی و خطا کنی، رزومه طرفو ببینی اینا. این تیکش اوکی، ولی خود آدما بعد فروش هم میدونی دیگه. بذار یه ذره درد دل کنی. من آره داغ دلم تازه شده. فروش هم لامصب از اوناست که همه توش ادعا دارن. خب یعنی شما با بچه‌ها سر و زبون داره میگه من فروش آره ببین این مشکل ما هستش دیگه. فروش از اون موضوعات ابجکتیویه که در واقع همه روش نظر میدن، همه بعد مثلا از خود مدیر عامل بگیر تا همه بخشای سازمان، اگه یه ذره شرکت بزرگتر باشه، اگه یه ذره کوچیک‌تر و سنتی تر باشه، همه یعنی راجع به فروش نظر میدن یا میتونن، و این سخت میکنه کارو دیگه. که مثلا آقا این راه درست اینه، راه غلط اینه. ما الان تو همین 1 و 20 دقیقه راجع به مایندست صحبت کردیم، راجع به عرض کنم که شرایط بیرونی که میتونه روی مدیریت تیم فروش تاثیر بذاره صحبت کردیم، راجع به طرح و برنامه داشتن صحبت کردیم. میخوام بگم که عوامل مختلفی چون تو این تاثیر گذاره، اینم دیگه از بعد روزگاره که از اون جاهایی که اتفاقا همه روش نظر میدن و خیلی ها فقط، حالا من یه اصطلاحی میکنم میگم تو فروش همه خیلی ها لب و دهنن، یعنی فقط حرف میزنن، ولی اینکه پای کار باشی و قشنگ کار در بیاری، کار جمع کنی، کم داریم ما واقعا. خیلی کمه. ببین الان همون شرکتی که گفتم اون خانم رفت و هم ریخت و اینها، اونجا یه داستانی وجود داشت. فقط من همون داستان رو درست کردم، فروششون نزدیک 30% بیشتر شد. چی بود داستان؟ خیلی خیلی مسئله پیش فاکتور دادن، مسئله بغرنجی بود براشون. یعنی هر پیش فاکتوری که میخواستن بدن 2 روز مثلا 3 روز طول میکشید، چون بخواد اون محصولی که میفروختن خیلی فنی بود، اسپک زیادی داشت و هر اسپکش هم تو قیمت تاثیر داشت. خب ما این اومدیم مثلا تو CRM درست کردیم و خیلی فرموله شد و اینها. اون 2 روز پیش فاکتوره که باید میدادن به اون خانم مدیر فروش قبلیه که بره تایید بکنه و فلان و اینها، 2 روز طول میکشید. اون پیش فاکتور زدن رو ما رسوندیم به 2 ساعت. مسئله شون هم همین بود، چون بعد از 2 روز که زنگ میزدن خیلی جای خوبی رسیدی. میخوام یه استوب بدم، یه فاصله بگیریم، یه به قول معروف گلویی هم تر بکنیم. رفقای ما هم یه آنتراک کوتاه، البته شما که اینو میشنوید میتونید سریع بزنید بره جلو و گوش بدید، ولی ما یه فاصله بگیریم، ولی جای خوبی رسیدیم. میخوام از همینجا ادامهش بدیم. اوکیه؟ حتما. مرسی. خب الان بعد از این آنتراک ما میخوایم بریم به سمت این که حالا اگر فروش سیستمی نباشه چه اشکالاتی داره پیش میاد. حالا مثالی که داشتیم میزدیم، من حرف شما رو قطع کردم، همینجا بود دیگه. یعنی شما اومدین یه جای کوچیکی رو دست زدی توی عملیات اونا یا توی اون فلو اونا، تو اون گردش عملیاتشون، و
شاید اصلا بعضی وقتا یه کنترل‌های اضافیه، یه زمانایی میخوان گیر بدن به خودشون که سیستم بهشون وابسته باشه. معمولا اینجوریه. یعنی من مهمم، یعنی من اگر نباشم اینجا به هم میریزه. ببین این واقعیت‌های تلخی وقتی بیشتر میشه که فروش سیستمی نیست و وابسته به فرده. حالا تو حتما خیلی تجربه زیادتری هم داری که تو توی قضیه فروش و سیستم‌های من خب مثلا تقاضاهایی که سمت من میاد یا تجربه‌ای که من داشتم این موضوع بوده. مثلا وقتی میرم توی سازمانی، مثلا یه تجربه بذارید بگم از پارسال، یه جایی ما رفتیم، اینا 4 تا کارشناس فروش، 4 تا فروشنده داشتن که حداقلشون یعنی کمترین سابقه اون بچه‌ها 3 سال و نیم اونجا بود. مثلا که 5 سال، 7 سال، 9 سال، عددشون زیاد بود، همشون سابقه هاشون تو شرکت زیاد بود. تو حوزه تبلیغات هم کار میکردن. خب یه واقعیتی که بود، یکیشون حالا مدیر نبود ولی خب چون قدیمی تر بود یه جورایی سرپرست اون بچه ها بود. آره سمتش مدیر فروش نبود چون خودش هم داشت میفروخت و کلی هم ارتباطات داشت. موضوعی که پیش اومده بود راجع به عملیات، در واقع یه گاردی میگیرن مخصوصا بعضی وقتا فروشنده ها که باز به نظر من اینجا نقش مدیر فروشه و مدیر عامله تو تحصیل کردن این موضوع خیلی اهمیت پیدا میکنه. فروشنده گارد میگرفت یا مدیر فروشه گارد گرفته و همین آدم قدیمیه بابت همون پیاده سازیه، مثل همون مثاله که شما رفتید تو هتله. بله. یعنی آدمه گاهن اجازه نمیده که این فرایندها، ورک فلوها یا رویه هایی که چیده میشه توسط حالا خودشون یا یه آدم بیرونی درست اجرا و پیاده سازی بشه. یعنی چرا به نظر دین اتفاقا اولیش به نظر من ترسه. یعنی آدمایی که ضعیفن و فکر میکنن که حزم میشن. من اینو خیلی دیدم یعنی دیدم که به فروشنده میگم آقا تو چرا اینو انجامش نمیدی، این رویه‌ای که ما با هم چیدیم. میگه که خب اون وقت من دیگه اینجا چی کارم؟ آفرین. میگم خب تو فروشنده ای، از این ابزار یا از این فرایندها، از این رویه ها استفاده کن برای بهبود کارت، برای توسعه کارت. یعنی این چالش رو ما داریم. بعد راستش رو بگم به نظرم یه سری چیزا هم واقعا فرهنگیه دیگه. یعنی ما که قرار نمیتونیم مثلا تو اون اسکیل نیستیم بریم توی سازمان آدما رو که نمیتونیم عوض بکنیم. حتما مثلا در گذشته متاسفانه فروشی ها هم یه ذره این چیز دیگه اسمشون بد در رفته. یعنی ما تو کشورمون مثلا راجع فروش که صحبت میشه کلمات مثل دلال و نمایشگاهی و نمیدونم شالاتان و فروشنده و ببین کلمات توی ذهن عموم مردم ما مترادفای خوبی متاسفانه براش وجود نشه. من الان مثلا وقتی حالا راجع به تیم بیلدینگ و تیم ساختن و اعضای تیم و اینا حتما ما در آینده صحبت میکنیم. رفقا من اینم بهتون بگم ما قراره که انشالله هر هفته یه اپیزودی داشته باشیم و هر کدوم اینایی که امروز داریم تیتوار راجع بهش صحبت میکنیم و باز میکنیم. ولی یه مسئله که من دارم برای همین میگم که حتما بچهای فروشی که الان داریم یعنی در 2026 یا 405 باید آدما اخلاقی باشن. یعنی حتی اگه اینجوری نباشن هم مدیره و شرکت آسیب میبینه، هم مشتری آسیب میبینه، هم خود فروشنده. یعنی الان مثلا اگه به من بگن آقای بخشلی بیا کمک کن تو جذب و استخدام حالا یا مدیر فروش یا کارشناس فروش، اولین شاخصی که من روی اون آدم تمرکز میکنم که این آدم اخلاقی هست یا نیست. اخلاق چون الان مهمترین پارامتره و باید نگاه کنی. ببین فروش رو میشه یاد گرفت، اسکیلای فروشندگی، مهارتاشو میتونی یاد بدی بهش، ولی اینکه واقعا این آدم اخلاقی باشه، این اگه قالتاق باشه نمیتونی درستش کنی. این اگه بخواد بالا پایینت کنه تو نمیتونی هیچ رقم اینو کنترلش بکنی. دقیقاً. این تلخه ها، این تلخه، این واقعا یکم واقعیتای تلخه. ولی خب به هر حال ما به عنوان یک صاحب کسب و کار، به عنوان یک مدیر فروش، اگه قراره تیم درست کنیم این شاخص رو واقعا درست بچینیم. یعنی بگیم آقا این آدم باید اخلاقی باشه، بک‌گراند چک کنیم، تعارف نکنیم، بریم با 4 تا آدمای قبلی که اینو میشناسن در تو شرکت‌های کار کرده بریم ببینیم آقا این چه جوری بوده، این سابقه بد داره، اخلاقی بوده،
نبوده. اینا یعنی نکته مهمیه. خیلی هم مهمه. من یه مدیری داشتم اون اوایلی که شروع به کار کردم، به من میگفتش مهدی کسی رو میخوای استخدام بکنی آدم بزرگزاده رو انتخاب کن، شخصیتش رو انتخاب کن. این بزرگزادگی به پول نیست ها. نه بزرگمنشی به پول نیست، به اون تربیت و اصالت خانوادگی در واقع. من خیلی از چیزایی که رد میکنم توی مصاحبه های فروش و اینها دقیقا به خاطر این میبینم آدم چیپیه، آدمی که با پول خودشو گم میکنه و اصلا اندازه پیشرفت نیست. درست. این خیلی نکته درستی گفتی. یعنی میشه آدمی که مهارت نداره رو مهارت رو بهش یاد داد، ولی آدمی که ذات نداره رو هیچ کارش نمیتونه بکنه. آره این واقعا مسئله مهمیه. برگردیم رو اون گردش عملیات. حالا تو بخش قبلی من فرمایش شما رو قطع کردم، داشتی میگفتی که یه تغییر کوچیک تو عملیات اینا دادی. آره. و اون آدمه یه جورایی شاید کار تسهیل شد، فروش رشد کرد، این آدمه نقشش کم رنگ تر شد. درسته؟ مهم نشد دیگه مهم نبود. 30-40% فروش افزایش پیدا کرد به خاطر اینکه این فرایند صدور پیش فاکتور خیلی خیلی سریع شد و همه مثلا اونجا 6 تا فروشنده داشت و انصافا فروشنده های خیلی خوبی بودن. نمیذاشت اون خانم اینا رشد بکنن. اونا که فضا پیدا کردن اصلا یه نتایج شگفت انگیزی ما دیدیم. این فضا رو من بهشون دادم، از اون برم ابزار در اختیارشون گذاشتیم و واقعا فروششون تکون خورد. یعنی حالا مثلا جدول فروشش هم میتونم بهت نشون بدم که تو 6 ماه 30-40% تعدادی فروش بیشتر شده، نه مبلغ. آقا اگه اسمشو بیاریم پول میدم بهمون. حالا نه، اول چیز کنیم، اول باید بریم باشون تیکو چیت بکنیم بعد. خب گفتم خلاصه اینم بگم ما ایشالله تو چند قسمت آینده دیگه اینو هی راه میندازیم که از دوستانمون استفاده یا به عبارتی سوء استفاده بکنیم. حالا یه نکته، الان یه چیزی یادم افتاد، ما اصلا خودت هم یه تجربه‌ای داشتی با هم تو اون پروژه‌ای بودیم که حالا بیشتر شما درگیر بودی توی سیستم سازیش، که یک آدمی اونجا بود که نقش اصلی رو داشت توی فروش. بله. و داشت اصلا شرکت رو به مسیر بدی میکشوند که آخر سرم رفت. یادم نمیاد کدوم میگی. هم چیز سیارم من براش پیاده سازی کردیم شما. بله. در مورد پورسانت ها داشتیم اونجا. بله. سر کله میزدیم. حالا راجع پورسانت هم اتفاقا الان من نوشته بودم کیوردهای فروشی دیگه. بله. پورسانت، مایندست، نمیدونم گردش عملیات یا پیاده سازی ورک فلوها، گردش کارها، هدف گذاری، پیش بینی، تارگت بستن، اینا کیوردهای تو اپیزودهای بعدی حتما صحبت میکنیم. ولی میخوام بگم که اتفاقا هر کدوم اینا یه تلخیایی هم توش داره. راجع به اون تجربه اگه بخوام بگم، خب مثلا حالا الان باز بحث از گردش عملیات، یه نکته بگم بعد این مثال، این چیزی که شما گفتین من الان باز دوره روش برمیگردم. یه شرکت تولیدی که در واقع روی محصولاتشون باید یه چیزی رو هم چاپ میکردن. یعنی یه محصولی دارن، بعد بر اساس نیاز مشتری یه چاپی هم روی محصول میومد. وقتی میخواست یه پیش فاکتورش برنده شه، میخوام بیام رو داستان گردش عملیات. فروشنده پیش فاکتور صادر میکرد، ببین تلخیش از کجا میاد. بعد یعنی مشتری درخواست میداد، فروشنده پیش فاکتور صادر میکرد، پیش فاکتور میفرستاد، مشتری بعد تعداد و قیمت رو تایید میداد، کار برمیگشت، بعد وقتی پولشو میزد یا پیش پرداخت میداد یا تاییدو میداد، کار میرفت دست اون کسی که بعد این طراحی رو روی این انجام میداد. این آدمه یه هفته طول میکشید طراحی بکنه، بعد دوباره طرحو که میزد میفرستاد برای مشتریه، میگه آقا این طرحه حالا اوکیه. بعد طرح رو که تایید میداد مشتریه، دوباره اونم سری نمیداد، معمولا 1 2 روز 3 روز 4 روز طول میکشید. طرح رو تایید میداد، بعد حالا هم تیراژ اوکی بود، هم قیمت اوکی بود، هم طرح اوکی بود. حالا فروشنده بعد چیکار میکرد؟ فروشنده بعد میگفتش که آقا این اوکی، این پیش فاکتور تایید است. بعد پیش فاکتور که تایید میشد میرفت دست مدیره،
مدیره اونجا چک میکرد، حالا شرایط تخفیفش اینا رو هم باید لحاظ میکرد، دوباره مدیره تایید میکرد، بعد دوباره کار میرفت دست کی؟ دست کسی که باید اینا رو میذاشت تو واحد، در واقع سفارش رو میذاشت، یعنی شروع فرایند تولید و عملیات کار شروع میشد. ببین این فرایند، یعنی من اسمشو میذارم صدور و تایید پیش فاکتور، یک فرایند توی کار فروش. بله. توی سازمانی که محصولات آماده دارن این شاید خیلی کوتاه‌تر باشه، توی سری سازمان‌ها این شاید در واقع طولانی مدت‌تر و بلند مدت‌تر باشه. اما این فرایند نباید مثلا 10 روز طول بکشه. نه. پیش فاکتوره، یارو داغ میره رو هوا. بعد ما نشستیم به این فکر کردیم که آقا این کجا میشه اینو کمش کرد، چه ابزارها و فسیلیتی هایی برای مشتریمون ایجاد کنیم که این زمانو کوتاه کنیم که این خسته نشه، اعصابش خورد نشه. خب میخوام بهتون بگم گردش عملیات اینجاها دست میذاره. حالا این کارا رو با کی میتونی انجام بدی؟ طبیعتاً با اعضای داخلیم. این تجربه منه ها، تجربه زیستم. من میگم اعضای داخلی تیم معمولا تو اینجاها خوب نمیتونن نظر بدن. چرا؟ چون اونا همیشه تو اون محیطه بودن. همین جاست که به دوستانم پیشنهاد میکنم، میگم یه آدمی از بیرون بیارید که اتفاقا تجربه های مشابه یا دیگه‌ای داشته باشه، بتونه بهتون کمک کنه. آفرین، اون بست پرکتیس ها اتفاق بیفته. آقا ما تو فرایند نویسی و رویه ساختن و گردش عملیات نوشتن بهترین مسئله اینه که در واقع بست پرکتیس ها رو داشته باشی، بتونی ازشون الگو برداری کنی. این خیلی نکته مهمه. بعد مثلا میگه نه آقا این بیزینس ما رو این نمیشناسه، شما تو حوزه مشابه ما کار کردی. امید یکم توضیح بده، این بیزینس ما رو نمیشناسی. آره. این یه کیوردیه که میگن آره. نه مال ما یه فرقایی داره شما نمیدونی. ببین بذار با تجربه یه مثال بگم. یه دوستی ما الان داریم کار پوشاکه، دوستیم به من زنگ زد گفت امید من میخوام مدیر فروش بگیرم. گفتم که خب خیلی خوبه، عالیه، مثلا قبلا مدیر فروش داشته، من خود رفته بود و من دنبال اینم که یه آدم جدید بگیرم با یه اصلا رویکرد جدید. بعد بهش گفتم که خب اوکی مثلا شرح شغلی چیزی در آوردی اینا؟ گفت آره داریم یه چیزایی فرستاده و من یه ذره خودم بالا پایینش کردم، گفتم اینا رو کم کن، اینا رو اضافه کن، بدیم بره بالا. بعد به من گفتش که ببین برای من خیلی مهمه که طرف تو پوشاک بوده باشه. در حال شاید اینجا الان مثلا چیز دیگه از اون حرفاست که بین علما اختلافه. بعد گفتم که برات مهمه که بفروشی یا برات مهمه که یارو سابقه پوشاک داشته باشه؟ گفتش که نه دیگه جفتش. گفتم که خب اوکی کدومش اولویته؟ گفتش که نه سابقه پوشاک نداشته باشه ما نمیفهمه حرف منو. گفتم آقا تو میخوای مدیر فروش بگیری، فروش اصول و قواعدش مشخصه، در تمام دنیا و در کشور ما هم مشخصه. تو فقط کافیه که مثل فوتبال آره یه قوانینی داره. آقا تو این قوانین مشخصه. حالا بله یک فرد مناسب که تجربه قبلی پوشاک داشته باشه من میپذیرم که این بهتر از یک فردیه که تجربه نداشته باشه، صنعت رو بهتر میشناسه یا پروداکت رو بهتر میشناسه. اما اینجوری نباشه که اینو بذاری مبنا. تو بیا ببین طرف فروش رو بلده، به اخلاقیه، به اصول پایبند، گردش کار میفهمه، تحلیل بلده، فرایند بلده. این برای تو این چون محصول تو رو یاد میگیره. بذار یه ذره تجربه شخصی بگم. سال 98 من کرونا شروع نشده بود، یه استارتاپی رفتیم، در واقع دوستانم برادرم معرفی کرد و رفتیم به عنوان مدیر فروش. من اونجا اینترویو شدم و مصاحبه شدم. 2 تا مدیر عامل که با من صحبت کرد گفت آقا من انتظارم اینه، مدیر فروشم اینه، اینا رو ازش میخوام، اینجاها ما گیر داریم، ما میخوایم بهتر کنیم، اسکیل کنیم، استارتاپ هم واقعا هم پتانسیلش. بهش گفتم آقا 2-3 تا چیزو لطفا همین اولین بار با هم ببندیم که دیگه تا آخر این مسئله حل بشه. از من انتظارت اینه که بفروشم. اون آدم از من کوچیک‌تر بود سنی. گفتش که یعنی چی؟ گفتم یعنی که تو دوست داری من محصولات شما رو بلد باشم و خودم بتونم تو جلسه محصولم حتی ببندم.
گفتش که نمیدونم تو چی میگی. ببین بعضی وقتا ناآگاه یعنی ندونستن یه مدیر شاید اینجاها کمکه. گفت من به تو اعتماد دارم. گفتم من اصلا به این اعتقاد ندارم، نیازی نیست مدیر فروش محصول و قشنگ بلد باشه. من باید فروش و فرآیندها و سیستم و تارگت بستن و کنترل نظارت و آموزش و کوچینگ و تیم بیلدینگ و من اینا رو باید بلد باشم. مدیر فروش من اینا رو باید بلد باشه. پس اگه یه شرکتی داری و انتظار داری مدیر فروش بفروشه همینجا این تلخه. دقیقاً این دقیقاً واقعیت کلمه گذاشتی واقعیت ولی واقعا تلخه. خب باید بپذیریم که بفروشه رو بهش میگن مدیر فروش. آقا این اصلا نیست دیگه، اینجوری نیست. بعد گفتم این یه مسئله. دومیش هم که به من تفویض کن دیگه، به من مسئولیت بده، به من تفویض کن، نه که ولم کنی بعدم بگی که حالا چی شد چی نشد. اوکی، ولی روند نشون میده که آدمه داره کار میکنه یا کار نمیکنه. پس برگردم به اون مثال پوشاکیه، به این دوستمون گفتم آقا محصول شما رو یاد میگیره. آقا یه هفته، یه ماه، 2 ماه، 6 ماه آقا میمونه تو این صنعت، تهشو در میاره. ولی فروشنده اگه باشه این ساختار تو رو بچینه، مدلت اسکیل میکنه. از آدمها و از ابزارها استفاده بکن برای اینکه بتونی فروشت رو رشد بدی. قرار نیست که هر کسی میاد که این همون تلخه که مثلا تو بیزینس ما بودی، تجربه ما رو نه شما نمیدونی اینجا چه جزئیاتی داره. آقا نیازی نیست بدونه، این فروش رو باید بلد باشه. دقیقاً. ببین من مثلا خیلی جاها من CRM پیاده سازی کردم. خب 80% CRM ها، فرآیندها و اینها معمولا یه چیزه، حالا جزئیاتش فرق میکنه ها، ولی فرآیندها معمولا یه چیزای مشخصیه دیگه توی مدیریت فروش و استراتژی ها متنوع میتونه باشه و سیستم ها میتونه متنوع باشه، قواعد یکیه. متاسفانه توی شرکت ها اونی که خیلی میفروشه رو میذارن مدیر فروش، بعد بهش بالا پر میدن و بعد اون طرف آمادگی این رو نداره، که اصلا نمیپذیره که بخواد آموزش ببینه حداقل، و یه میدونی دستش میاد که خیلی هم اجازه نمیده کسی بیاد توش و خیلی هم نمیذاره که این شرکت سیستمایز بشه. میدونی کدوم این موضوع که شما الان فرمودی بیشتره؟ کجا؟ اون جاهایی که منافع مدیر فروش یا فروشنده ها خیلی زیاده، مثلا از مدل درآمدی، از کمیسیونشون. بعد وقتی میای اینو بازبینی کنی یا اصلاحش کنی، اینجا مقاومتایی به وجود میاد. یعنی اینم از اون داستانای تلخه. همون مثاله که گفتی اون شرکتی که با هم تجربه داشتیم همینجا به وجود اومد دیگه. من وقتی رفتم اونجا گفتم آقا چجوری داری کمیسیون میدی؟ مثلا گفتن که ما داریم انقدر درصد از فروش بهش میدیم. گفتم خب مثلا اوریج دریافتی این فروشندهتون چقدر؟ گفتم مثلا ما این موضوع مال پارساله ها، مثلا گفتن 145 میلیون. گفتم 145 میلیون فروشنده شما فروشندهتون 145 تومن میگیره؟ بعد گفتن آره. گفتم این خب روزای خوبشه. گفتم روزای بعدش چی؟ گفتم روزای بعدش هم 0 میگیره. گفتم یعنی چی؟ مگه میشه اصلا 0 میگیره؟ خلاصه مدلشون رو اصلاح کردیم. اما حالا نکتهش چی بود؟ نکته اینجا بود که حالا ببخشید تو پرانتز در راستای همین این مسئله که اون آدم اصلا آدم 145 تومانی نبود. آره اینم هست دیگه. ظرف 50 تومن هم هپی بود. بله میخوام بگم مدل های اشتباه. حالا ما حتما که تو یکی از بخشامون راجع به مدل های درآمدی و نحوه کمیسیون دادن اینا با هم قشنگ صحبت میکنیم. آره یعنی از اون موضوع، ولی واقعا اینم از اون چیزاست که نمیذارن دیگه فروشنده ها یا مدیرای فروش نمیذارن که یک آدمی که ساختار بلده، سیستم بلده، فرایند بلده، تحلیل بلده، دیتا دریون با داده بلده کار بکنه بیاد اونجا نظر بده. معمولا ما این گاردا رو داریم. حالا چه به عنوان یک مشاور میری توی تیم، مثلا مثل من، مثل شما، مثل آدمایی که توی موضوع دارن کار میکنن، و یا اینکه مثلا به عنوان یک مدیری میری توی تیمی. یعنی گاهن حالا اون راجع اون کلمه مایندست ما صحبت کردیم، گاهن بعضی وقتا خود مدیر عامل میشه ترمز کسب و کار، ترمز تیم فروشه. اصلا بیشتر این مواقع مدیر عامله که مشکل ساز. ببین میدونی یک سازمان دقیقاً کپی مایندست مدیر عاملشه. شخصیت یک سازمان دقیقاً متناظر شخصیت مدیر عاملشه.
اینو تو الان چک بکنی تو تمام تجربه ها، این رو احتمالا متوجه خواهی شد. و یه مشکلی که وجود داره، یعنی واقعیت تلخ اینه که اون مدیر عامله هم یه دفعه به یه پولی رسیده دیگه خدا رو بنده نیست، تمام تصمیمات اشتباهش رو داره توجیه میکنه و اون تصمیمات اشتباه الان نتایجش مشخص نمیشه، چون با گردش پول داره اون نواقص رو پوشش میده. این گردش نقدینگی است که داره خیلی از سوراخ‌ها رو پر میکنه، ولی خب این در نهایت میریزه. من این اون واقعیت‌های، یکی دیگه از اون واقعیت‌های تلخه. این گردش نقدینگی است که تو رو نگه داشته ها، نه سیستم فروشت. و این تورم است که داره نقدینگی تو داره. یه اتفاق میفته مثلا مثل جنگ، مثلا مثل پارسال 12 روزه، مثل اتفاقات دیما، مثل سال 401 جنبش مهسا امین. میخوام بگم به هر حال ما هم توی کشوری هستیم که از این چیزا تا دلت بخواد زیاده. بعد اون وقت چیز میشه، مثلا یه بحرانی به وجود میاد، یه عدم قطعیتیه، یه برزخی ما داریم اینجا. آره. یارو میره رو هوا، بعد میگه چیکار کنم چیکار نکنم. از اون ورم یه سری آدم سودجو هم هستن که میان انواع اقسام مدیریت فروش در بحران خوراک سمینار و وبینار و نمیدونم همون مصاحبه‌ای که آره من نمیگم که اینا بده ها، من حرفم اینه که اینا انگار منتظرن که یه همچین اتفاقی بیفته. آقا بیا اصولی کار کن. یه رفیقی ما داشتیم دنبال کار سیستم سازی، یعنی از من قبل از دیما پروپوزال گرفته بود. حالا اینم خیلی باحاله. آذر ماه خوردیم به داستان دیما، هم 404 بعد گفت آره امید یه ذره صبر کنیم. بهمن شد، یه ذره شل شد و اینترنت ها باز شد. آقا خب چیکار کنیم؟ میخوای شروع کنیم؟ و ببین الان که دیگه داریم میرسیم به اسفند، بذار بعد عید شروع کنیم. یه دفعه خوردیم به جنگ رفتیم تو آخرای اسفند، تو فروردین، نه 2-3 بار باهاش صحبت کردم، میگفت آره چیزه نه حالا اولش که خوب شد شروع نکردیم فلان میمونه. بعد اومدیم فروردین تموم شد، آتش بس شد آخرای فروردین 19 20. بعد گفتم چیکار کنی؟ گفتم برادر من تو از اون وقت اگه این کارو شروع کرده بودی تا الان تو این 3-4 ماه قشنگ سیستمت آماده بود. حالا که آتش بس شده از اردیبهشت پا رو میذاشتی تخت گاز میرفتی جلو. تو این کارو باید انجام میدادی. سالهاست که بعد زودتر از این بعد شروع میکردی. چرا همش اینو تعویق میندازی؟ هم میگی جنگ شد، دیما شد، شلوغ شد، دلار رفت بالا. آقا تو باید یک کار اصولی، ساختاری و فونداسیون تو درست بچینی. حالا این دیگه چه ربطی داره به اینکه دلار مثلا میشه 170-80 هزار تومان یا میشه 150 هزار تومان؟ حالا الان امروز چیز دیگه تفاهم شده، توافق شده. نه الان دیگه دلار داره میاد پایین، اوضاع خوب میشه. نه اصلا این میدونیم اون مایندست اشتباه که از کلمه مایندست اول ما شروع کردیم. مدیر نیستن دیگه، بیشتر کاسبن. مدیریت نمیدونن، کاسبی و بلدن. و کاسبی و مدیریت با هم یه جور در نمیاد یه جاهایی. یعنی یه موقع‌های اون پول زیاده، گردشه، اینا رو اصلا فضا خب بعد اصلا معمولا هم اینجوریه که با یه نقدینگی میان بیزینس‌های مختلفی هم راه اندازی میکنن، از این در میارن میزنن تو اون، از اون در میارن میزنن تو اون. بعد این جریان نقدینگی زنده نگهش رو میداره و فکر میکنن خیلی مدیریت خیلی خوبی دارن میکنن. نه تو خیلی کاسب خوبی هستی فقط. آقا ما خیلی قور نزدیم. جا؟ ما خیلی قور نزدیم. این پادکست ها رو گذاشتیم که قور حالا میخوام دوباره یه فاصله بگیریم. دوستان ما خسته نشن، سعی میکنیم هر 1 رو 20 دقیقه یه بار یه فاصله بگیریم که اگرم خواستید مثلا تیکه تیکه گوش بدید بدونید آقا این یه ذره این یه قسمت مثلا این 20 دقیقه رو تو اپیزود گوش دادیم. حالا البته که کار زیاد داریم با شما رفقامون که افتخار دادن به ما و گوش میدن و دوستان دیگه‌ای که ایشالا بعداً کم کم به فراخور موضوع به این در واقع پادکست اضافه میکنیم. ولی میخوام بگم که از واقعیت‌های تلخ شروع کردیم. خود من داشتم بهش فکر میکردم که موضوع اول خوبه یعنی این تاپیکمون باشه، جلسه اول و اپیزود اول. بعد دیدم که آقا
باید بگی دیگه، چرا راجبش صحبت نکنی؟ حس غر زدن میگیرین، اشکالی نداره بگین که آقا ما یه اپیزود یه پادکستی توش شدیم غر زدن توش، ولی حداقل این که شاید یک سری فرصت ایجاد کنه. آره یه سری به قول لامپ مشکل میخوره. من داشتم میفهمم کردم این لامپ روشن شدنی تو ذهن آدما بعضی وقتا مثلا مدیر فروشه، یک جوان 30 و چند ساله‌ای که الان مدیر فروش شده، سالها کار فروش کرده، پادکست ما رو گوش میده، میگه که ای والا عجب چیزای باحالی گفتم، منم این چالش‌ها رو داشتم یا دارم و حالا بیام چیکار کنم. یعنی من خود من هدفم این بود، میدونم شما هم حالا پیرو صحبتایی که قبلا ما هم داشتیم، مثلا هدف ما اینه که آقا تاش یه سری لامپ تو ذهن شنونده هامون روشن بشه که بگن آقا تجربه گفت این کارا رو نکنیم، همون حکایت آفرین، سری راهکارهای عملیاتی پیش. یعنی اون فاز لقمان رو بگیریم، میگه آقا ادب است که آموختی، اینا رفتن تجربه کردن، پیرشون در اومده، دارن نکاتو به ما میگن، ما حداقل بریم با مدیر صحبت کنیم، بگیم این کارا رو نکن. همینجا یه تبلیغ هم بکنیم، اگه مدیر فروش یا کارشناس فروشی هستی این اپیزود ما رو بفرست برای مدیرت، مطمئنا با ما کار نمیکنه. این که خیلی واضحه این که با ما کار نمیکنه ولی اشکال نداره، حداقل این که روشن بشه به نظر من نکته خوبیه دیگه. آره، چون بالاخره این مسیر به مشکل میخوره، حالا امروز نخوری فردا میخوری. تا اگر رو هوا داری کار میکنی، بدون سیستم داری کار میکنی، بالاخره به مشکل میخوری. خب آقا یه فاصله بگیریم دوباره برمیگردیم. دم شما گرم. حتما. تقریبا 40-50 دقیقه با هم الان گپ زدیم. ما قرارمون این بوده که اپیزودامون بیشتر از 1 ساعت نشه و اگه شما خواستین گوش بدین مثلا 3 تا 20 دقیقه 25 دقیقه گوش بدین و سعی کردیم که بریکامون هم اینجوری تنظیم کنیم، ولی خب شما هر وقت که دوست داشته باشید میتونید قطعش کنید و دوباره گوش بدید. یه خواهشی ازتون دارم، اگر که تا الان براتون لذت بخش بوده، کیف کردین، حرفای دل شما رو ما زدیم، به اشاعه این و انتشارش کمک بکنید، بفرستید برای رفقاتون، کسایی که تو تیمتون اگر هستن، برای مدیرانتون، اگه مدیری بفرست برای مدیر فروشت، بچهای تیمت، و در صورت کمک بکنین که بتونیم این فرهنگ فروشندگی رو ارتقا بدیم. واقعیتش رسالتی که ما خودمون توی این برنامه برای خودمون تعریف کردیم بود که آقا باید یه تغییر اساسی بدیم و حسمون این بود که جاش واقعا خالیه. در صورت دست کمک میخوایم به سمت شما دراز میکنیم و امیدواریم که کمکمون کنیم بیشتر پابلیشش بکنیم دیگه. آقا بریم سراغ ادامه بحثمون، توی این بخش آخر جمعش بکنیم. بازم بگید از واقعیت‌های تلخ آقای مهدی خان لطفی. یکی از اون واقعیت‌های تلخ دیگه مدل این هستش که اون مدیر فروش‌ها که مدیر فروششون کردن، در واقع مدیر فروش نیستن، فروشنده خیلی خوبی بودن که الان فروش اونجا دستشونه. بله. وقتی میخوان تیم سازی بکنن و تیم رو بزرگتر بکنن، من اینو دیدم و امیدا عملا اجازه نمیدنم فروشنده بهتر از خودشون بیاد توی سیستم. یعنی توی مصاحبه ها طرف رو آدمای ضعیف یعنی میارن خودشون پایین تر، خودشون پایین تر که خودش مسلط باشه روشون. ببین این تسلطه، حالا توی اپیزودهای بعدی در موردش صحبت میکنیم، تسلط روی فروشنده ها مهمه ولی راهش خیلی مهمتره. تو از چه طریقی میخوای روی فروشنده ها تسلط داشته باشی؟ این تسلط ایجاد کردنه برمیگرده به همون مایندستی که باید داشته باشید در واقع. خب این رو باید یاد داد که حالا ما تو اپیزودهای بعدی خیلی مفصل در مورد صحبت میکنیم که تو چجوری به عنوان مدیر فروش تسلط داشته باشی حتی روی فروشنده‌های خیلی حرفه‌ای. چون این واقعیت اینه که میترسن و اینو من درکش میکنم اما اینی که بترسی و طرف رو نیاری توی تیم که فروش افزایش پیدا بکنه و بولد بشه طرف، چون مدیریت تو زیر سوال میره، راهش ورود ممنوع برای اون طرف نیست، راهش ارتقاء خودته. من یه مثالی میزنم، مثال فوتبالی میخوام بزنم.
ببین مثلا حکایت اینی که آقا مربیای فوتبال همشون باید آیا بازیکنای بزرگی بوده باشن. خیلی مثال خوبی داری. مثلا آقا هزاران نمونه و مربی موفق خیلی به قول معروف حرفه‌ای تو دنیا داشتیم و داریم که اصلا اینو بازیکنای خوبی نبودن تو دوره‌ای که فوتبال بازی می‌کردن. بعضی‌ها اصلا فوتبال بازی نکردن دیگه، بزرگترینشون مورینیو بوده دیگه. بله. که اینا هیچ وقت فوتبال هم حتی بازی نکردن. بله. مترجم بوده، اومده شده مربی و الان هم مربی رئال مادرید شد دوباره دیگه. میخوام بگم که پس این در واقع فرضیه رو باید بشکنیم. آقا قرار نیست مدیر فروش اولا که فروشنده خیلی خوبی باشه، آفرین، بوده باشه یا فروشنده خوبی باشه. این یه نکته دوم این که حالا همون مربیه، حالا همین مورینیو رو مثال زدیم، بذار رو همین مورینیو. آقا مورینیو مترجم بوده، بعدا هی رفته دوره دیده، کلاس رفته، آموزش دیده، توسعه پیدا کرده، اصول رو فهمیده، استراتژی رو فهمیده، سیستم بازی رو فهمیده، بعد اومده از بهترین بازیکنای دنیا استفاده کرده و شده قهرمان. دقیقاً. خب اینو ما باید یاد بگیریم که آقا مدیریت فروش ما یه همچین تیپ آدمای اتفاقا میخوایم. یعنی چی؟ میگه هر کسی قراره، اتفاقا بعضی وقتا برعکسش هم هست. بابا فروشنده خوب تو سازمان داشتیم خرابش کردن و فروشنده هم رفته. یعنی این دردم ما کشیدیم دیگه، اینم تلخه. بذار تلخی‌ها رو بگیم دیگه. مثلا فروشنده خوب بوده، داشته مثلا چه میدونم ماهی هر ماه هم اوور تارگت میشده، داشته ماهی مثلا چند میلیارد، مثلا 30% 40% فروش ما با همین یه نفر بوده. اون مثلا 3-4 نفر دیگه رو هم 60% نمیفروختن. خب بعد اینو میگم آقا این خیلی خوبه، ما برنامه داریم اینو بکنیم شو مدیر فروش. بعد این آدمو آوردن مدیر فروش، کنار همکاراش کردن، اونا که اینو قبول نداشتن، کار خوب در نیومده، گندکاری شده، رابط یعنی همش تعارض تو سازمان به وجود اومده. اینم بلد نبوده مدیریت تعارض کنه. بعد مشتریای خودش هم از دست داده، یعنی اون 30-40% فروش هم از دست داده، هیچی. بعد طرف دعوا شده رفته از سازمان. یعنی بابا تو هم فروش تو از دست دادی، هم یه رابطه سمی بین اعضای تیمت به وجود اومد و همین که حالا گندو تا بیای صافش کنی درستش کنی خودش زمان میبره. یعنی باز دوباره یکی دیگه رو بیار، یا دوباره سیستمش رو درست کنی. همین که از اون طرفا خیلی هزینه داره این قضیه. ما میخوایم تو همین اپیزودها تو این فصل اول بیایم در مورد همین موارد صحبت بکنیم که چطور اینا رو حل بکنیم. خیلی آقا رسیدی به جای خوبی. من داشتم به این فکر میکردم که ما درسته که داریم امروز راجع به خیلی تیتروار تلخی‌ها رو میگیم، ولی حتما ادامه بدین و گوش بدین و ما قرار سولوشن و راهکار هم بدیم، ما راه درستم، یعنی میخوایم راجبش صحبت کنیم، اون بست پرکتیس ها هم بگیم. ما به عنوان مشاور توی سازمان‌ها با چیا مواجه شدیم و راهکارهای خوب و درستش که کار کرده چیاست و اینها رو بیایم انتقال بدیم به دوستانی که میشنون و جلوگیری بکنیم از ضررهای خیلی زیادی که داره براشون پیش میاد. درسته. این کاری که ما داریم میکنیم رفقا اسمشو من میذارم فهمیدن وضعیت موجود. بله. یعنی ما تا مادامی که وضعیت موجودمون رو نفهمیم نمیتونیم وضعیت مطلوبمون رو تعریف کنیم و این بسیار نکته مهمه. کجا وایسادیم، چی هستیم، واقعیت ها رو ببینیم، تلخیاش هم ببینیم. اوکی، حالا که غالب شدیم به محیطمون و فهمیدیم وضعیت موجودمون رو، حالا برنامه‌ریزی کنیم برای رشد، برای بهبود مستمر، برای تیکه توی اپیزودهای بعدی راهکارها رو میگیم که تو هر حوزه، مثل برنامه‌ریزی، مثل سیستم سازی، مثل نرم افزار، مثلا استخدام، مثل تیم سازی، فرایند درست کردن، اینها چطور باشه خوبه. و یه سری بیست پرکتیس ها رو توی اون موارد شروع می‌کنیم. دم شما گرم. یه تلخی دیگه بگم، یه تجربه بگم. سال 97 من یه شرکتی مشغول بودم. تارگت مدیر فروش میدونید چی بود؟ چی بود؟ من مدیر فروش نبودم اونجا، یعنی باشون کار میکردم. تارگت مدیر فروش هزینه تیم فروش ضرب در 1.5 تارگت مدیر فروش بود. بعد حالا ببینید چقدر مسخره میشه. بعد اگر مدیر فروش تارگتشو میزد، سال 97 موضوع،
اگه اشتباه نکنم 5 میلیون تومان یا 7 میلیون تومان بونوس میگرفت، پاداش میگرفت. کامیشنش رو بر اساس فروش میگرفت، ولی اگه این تارگت رو میزد 5 تا 7 میلیون میگرفت، هر ماه هم میگرفت. بعد تارگت چی بود؟ 1.5 برابر هزینه های تیم فروش. هزینه های تیم فروش چی بود؟ حقوق ثابت بچه های فروش. ایشون 7-8 تا فروشنده داشت، اون موقع هم حقوق ثابت 2 تومنینا بود فروشنده ها. مثلا این چیز شدیم دیگه، مثلا راجع به 97 هنوز به 10 سال نرسیم، مثلا راجع به 2 میلیون صحبت میکنیم. دوستان جدید من، بچه های دهه 70 و 80 که اگه این پادکست ما رو گوش دادین، بله در همین سال 97-8 ما حقوق ثابت فروشنده ها کف اداره کاری حدود 1.5-2 میلیون تومان بود. یعنی اینجوری نبود که الان عددهای این شکلی فضایی باشه، مثلا بگین راجع به چند سال پیش اینا دارن صحبت میکنن. بعد این مدیر فروش تیمش حدوداً مثلا هزینه های تیم میشه 30 میلیون تومان. خب بعد تارگت مدیر فروش با هم فرمول 1.5 برابر میشد 45 میلیون تومان. یه دونه از بچه های فروش اون شرکت مثلا در ماه 70-80 میلیون میفروخت. خب 4-5 نفر بودن، مثلا فروشای ما به 300-350 میلیون تو اون شرکت میرسید اوریج ماهانه. خب بعد تارگت مدیر فروش بود 45 شون. بعد من که اینو فهمیدم گفتم شوخی میکنی دیگه به مدیر عامل؟ گفتش که نه دیگه 1.5 برابر هزینه های تیم فروش. میگفتم آخه این چه جور تارگتیه؟ یعنی چی اصلا؟ بگو میخوام بهش این پوله رو بدم دیگه. میگفت نه. میگفتم مثلا این حالتی که تو چیدی، این مدلی که تو دیزاین کردی، طراحی کردی، اصلا کاری هم نکنه که اصلا اینا همینجوری بیان برن هم اینو زده. یعنی از اون 5 نفر اعضای تیمش یکیشون هم بفروشه این تارگتشو میزنه. آخه این تارگت، ببین این موضوع هدف گذاری و تارگت بستن که باز هم یکی دیگه از اپیزودهای، یعنی یه قسمت ما براش حتما میذاریم، از اون تلخیاست که آقا تو اگه درست نبندی، اگه درست طراحی نکنی، اگه ندونی که با دیتا کار نکنی، آقا من پارسال چند تا فروختم، به کیا فروختم، چقدر فروختم، جی ام ویم چقدر بوده، ای او ویم چقدر بوده، اوریج اوردر ولیو میانگین سبد خریدم چقدر بوده، چقدر سود بوده، چقدر هزینه کردم، حالا بچهای رفقای مارکتینگیمون رو میاریم، کک تو چقدر بوده، سی پی ال تو چقدر بوده. آقا دیتا، مدیر فروش با دیتا کار کنه، مدیر عامل با دیتا کار کنه، بر اساس دیتا ها حالا بیاد مدل درآمدی دیزاین کنه و بر اساس اونا حالا تارگت ببنده، بگه من به 5 تا فروشنده نیاز دارم و این 5 تا فروشنده من احتمالاً مثلا 1 میلیارد فروش رو در ماه میزنن. پس اگه 3 ماه هم مثلا تارگت فصلی بدیم، پس آقا تو از 3 میلیارد بزنی. حالا میخوای یه ذره آسونش کن بکن 2.5 میلیارد، میخوای سختش بکنی موتیویتش کنی پول خوب بدی بکن 4 میلیارد. ولی نه که بگی آقا 1.5، مثلا یه سری چیزای سنتیه. من در میاد این از اونجایی در میادش که مدیرا تارگت ها رو بیشتر بر اساس هزینه‌ای که دارن میبندن، هزینه ها مکاور بشه، حالا یه چیزی هم تش بمونه خوبه دیگه. میدونی اینجوری میان در واقع تارگتینگ میکنن، ولی تارگتینگ فروش خیلی خیلی پیچیده تر و خیلی حرفه‌ای تر است. مهندس میدونی من چرا اومدم تو استارتاپ؟ چرا؟ من خب توی کسب و کارهای سنتی بودم دیگه، تو ساختمان خیلی تجربه داشتم، تو بیزینس‌های سنتی تولیدی، اصلا کلاً که بک‌گراندم مهندسی بود. اما از سال 96-7 اومدم تو استارتاپ‌ها. یکی از دلایلی که برای خود من مهم بود این که اکثر استارتاپ‌ها دیتا و عدد و رقم رو میفهمن. بله. و این خیلی جلوتر آفرین، به روزن، مدرنن، به قول شما عدد رقم رو میفهمن و برنامه ریزی یا خوراکشون اکسل و گوگل شیت دیگه. یعنی اینا رو چون خوب میفهمیدن، بعد با اینا کار کردن راحت تر بود. وقتی من میگفتم آقا بیا مدل کنیم، میگفت آها ببین ما این دیتا ها رو داریم، حالا چیکار کنیم اون وقت. ولی بیزینس های سنتی ما سر همین دیتا وارد کردن، حالا روی جلسه سیارمون بیشتر صحبت میکنیم، ولی سر همین دیتا نداشتن ما میریم یه جا ما کار میکنیم تازه آقا دیتاهاتو بردار بیار. ما اصلا خیلی از جاهایی که به من زنگ میزنن برای مشاوره، اولین چیزی که ازشون میخوام میگم آقا این دیتاهاتو به من بده ببینم متریکات چی هست.
یه جمله معروفی من خودم دارم برای خودم که میگم آقا تو اگر بیزینست رو با دیتا نمیتونی برای من توضیح بدی، اون بیزینست رو هواست. بله. معمولا میان در مورد مثلا پروداکتشون و میان در مورد میزان فروششون، ولی همین در همین حد میتونن دو سه تا شاخص، چند تا فاکتور زدیم، تش اینو داره و چقدر فروختیم. آقا سودت چقدره، سبد کالا چطوریه، محصول پیشرفت کدومه، کدوم محصول کمتره، AOV تو چقدره، هزینه‌های مارکتینگ چقدره، تعداد لیدهای ورودی. یعنی این قیف فروشه رو قشنگ باید ترسیم کنی، تو هر مرحلهش بدونی که چه اتفاقی داره میفته. نرخ تبدیلات چطوریه؟ ندارن، معمولا ندارن و نمیدونن و رو هوا و رو حس و شهود دارن تصمیم گیری میکنن. و چون خیلی جاها هم کار کرده این رو خیلی قبولش دارن دیگه، خودشون رو خیلی قبولش. یه چیزی بگم، یه تحقیق خوندم، یه آزمایشی کرده بودن، خیلی جالب بود. یه سری آدم رو گذاشتن تو اتاق، بعد خیلی اتفاقی یه سری نورها روشن میشد و خیلی اتفاقی یه پولی در یه زمانهایی مینداختن از یه دریچه توی اتاق. خب خیلی جالب بود. اینا رو اومده بودن بعد از یه مدتی تو اون اتاق بودن، اومده بودن که ازشون پرسیدن، گفتن خب تو چی فهمیدی؟ گفتن که من مدل اینو فهمیدم چیه. اگر من 2 بار 3 بار بشین پاشو برم این نوره زرد بشه $1 میرسه، یه پول میفته توی اتاق تو دریچه در. اون گفت نه، چیزی که من فهمیدم این بود که من اگر 3 بار دور اتاق بدوم یه بشین پاشو برم اون نور قرمز بشه $1. در صورتی که همه چی خیلی اتفاقی بود. مشکلی که خطای شناختیه دیگه. دقیقاً خطای شناختیه که خیلی از مدیرا درگیرشن و فکر میکنن اون مدلی که فکر میکنن پول در آورده، بابا خب خیلی مواقع اتفاقی بوده، فقط چون مغز ما تصادف رو نمیتونه درک بکنه میگرده یه الگویی توش پیدا بکنه. حالا اون الگوی میشه برای اینها یه الگوی برنده و دیگه زیر و بارش هم نمیرن که آقا این الگوی از اساس روی تصادف بنا شده، اصلا الگویی نبوده. این یکی از واقعیت‌های تلخ توی سیستم شرکت‌ها در واقع همینه که این الگوهای که به ظاهر پول ساخته رو به عنوان الگوهای برنده میشناسن و واقعا پولم در اومده ها، ولی الگوی در واقع بتونم بگم که قابل اطمینانی نیست و در واقع اصلا الگویی نیست، تمامش بر اساس یه سری تصادف بوده، حالا چه تو مارکت بوده، چه تو اقتصاد ما بوده، چه تو بالا پایین شدن قیمت دلار بوده، یه سری تصادفاتی اتفاق افتاده که تو پولدار شدی. درست. ولی این الگوی قابل اطمینانی نیست که پاتو بذاری روش زیر. میخوام بگم که حالا یه کتابم بگیم که البته کتاب خیلی معروفیه ولی من خیلی دوستش دارم راجع به این بحث خطای شناختی، همون کتاب معروف آقای رولف دوبلی هنر شفاف اندیشیدن که معروف شد. آره که از اون کتابای خوبیه که راجع به این خطاهای شناختی صحبت میکنه. این مثالی که شما زدینم اتفاقا شبیه که از اون مثالا بود که مغز ما اینجوری تفسیر میکنه و اگر که آگاه باشیم بهش میتونیم جلوی خیلی از اینا رو بگیریم و شاید سوالای خوبی هم در واقع باید از خودمون بپرسیم که بتونیم جلوشو بگیریم. خب آقا جمع کنیم دیگه، جمع ببندیم و بریم انشاءالله تو اپیزودهای بعدی انشاءالله مسائل رو بازتر بکنیم و راهکارها رو بگیم انشاءالله. خب خیلی ممنونم که به ما گوش دادین، دمتون گرم. کلا وقتی آدم‌ها یه کاریو شروع میکنن به هر حال با فیدبک خیلی مهمه. آره بازخورد و فیدبکی که میاد میتونن مسیرشون رو بهتر بکنن. من از شما میخوام خواهش بکنم که هر وقت که اینو گوش دادین برای بار اول، حالا از طریق سوشال های مختلفی مثل لینکدین و اینستاگرام یا از طریق وبسایت ها یا خود پادگیرها، هر جا که تونستین به ما برگردین، بازخورد بدین، نقدمون بکنید. نه من آدم حرفه‌ای بودم توی پادکست ضبط کردن، حتی من که نبودم. حالا منم نبودم. به هر حال میخوام بگم که ولی دوست داریم یه کاری بکنیم که مدیریت فروش و اصلا مدیریت کسب و کارها با یه سری راهکارهای عملیاتی و
کاربردی در واقع بهتر بشه. آره نکته هم همین بود که به هر حال حتما که کم و کاستی داشته برنامه ما و داره و ازتون خواهش میکنم که نقد کنید، پیشنهاد بدین و بتونیم که بهتر بکنیم تا بتونیم این فرهنگ فروشی رو و مدیریت فروش رو و تفسیر مردم از کلمه فروش و مدیریت فروش، مردمی که کسب و کاری هن، بتونیم اینو انشالله به کمک هم سیستم سازی تغییر بدیم. آره از این کلماتی کیوردایی که حالا انشالله ما خیلی روش کار داریم دیگه. دم شما گرم آقای مهدی خان. دم شما هم گرم، خیلی ممنونم. بریم امروز هم که الانم بچه‌ها حالا بعداً گوش بدن، من تاریخ و ساعت عمدن میگم. الانم داغ جام جهانی توافق شده و اگه یکی چند ماه بعد یا چند سال بعد به این گوش داد بگه که بدونه که تو چه زمانی به بازه تاریخی ضبط شده. دمتون گرم. خدا نگهدار.